گل چطورید آقا؟ امروز اومدیم با اولین ویدیوی چنل من و هم اولین ویدیوم هستش و هم ویدیوی این یوتیوبر کال آف درآمدهایی دارن و دارن کسب میکنن و قراره امروز 5 تا یوتیوبر معروف کال آف دیوتی که درآمد تقریبا خوبی کسب میکنن و بریم و درآمدشون رو ببینیم از طریق سایت سوشیال بلید بچه‌ها و دیگه هیچ اسپویل نمیکنم و توضیح نمیدم. بدونش معطلی بریم سراغ این ویدیو. Let's go. سایت سوشیال بلید. البته تو این سایت شما میتونید هر یوتیوبری که خواستید درآمدش رو ببینید و بعد تو 5 یوتیوبر ما که داخل این ویدیو قرار این درآمدشون رو ببینید کسایی نیستن جز اول یوتیوبر بچه‌ها علی ایزیه، یعنی ایزی پلی گیمینگ که دوست دارم حالا هر شده یکی روزی بالاخره بتونم باشه ویدیویی بگیرم. حالا 1 سال 2 سال دیگه هر وقت شده یک ویدیو بتونم باش بگیرم حداقل و آرزوم اینه. دومین یوتیوبر کسی نیست آیبوم، سومی احمد لجند، چهارمی مهزیار بنگ و پنجمی هم امین اینفرنو و آقا امید سیکس هم که دیگه بهترین یوتیوبر کال آف دیوتی بود تقریبا تا پارسال که البته 1 سال دیگه خبری ازش نیسته. حالا ما وارد اون بحثا نمیشیم، ولش کن. و آقا قبل اینکه بریم یوتیوبر رو ببینیم توضیح بدم چنل من در مورد چیه بچه‌ها. چنل من در مورد کال آف دیوتی، حالا از آموزش ها، راست ها و ویدیو گیم پلی کال آف دیوتی، کلا از کال آف ویدیو میذارم. اسم خودم مریلین وایتی اسم چنلم و آره دیگه امیدوارم از ویدیو این چنل خوشتون بیاد و اگه خوشتون اومد لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید، 1 ثانیه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. خب آقا بریم سراغ یوتیوبر دیگه. اولین یوتیوبر کسی نبود ایزی اینو بزنم فکر کنم. آره ایزی پلی گیمینگ. خب آقا این چنل علی ایزی داشت گلمونه، 92 سابسکرایبر داره، 61 میلیون ویو کلشه که با ویدیو شورتش و ویدیو کاملش شده، نزدیک به 2000 تا ویدیو هم گذاشته تا الان و اینم چنل آرت خفنشه با پروفش. و سال 25 جولای 2021 هم چنلش رو تأسیس کرده و تازه ساخته. آقا اینجا دیگه میبینیم که از رتبه ویو رتبه 353,000 و 570 جهانه، فکر کنم اشتباه کردم ولی خب. آقا اینم از درآمد علی ایزی. درآمد علی ایزی بچه داخل آخرین ماه، یعنی همین ماهی که هستیم، $5,500 که من حساب کردم میشه 506 میلیون بچه رایج مملکت. و داخل هر ماه هم از کل درآمدش فکر کنم همین قدر میگیره، چون بچه ویدیو شورت هم زیاد میذاره برای همون درآمدش 1 سال نیسته. مثلا اینجا نوشته که درآمدش از $1,400 شروع میشه تا 22K تا $22,000 و درآمد تقریبیش هم همین 5,500 دیاره. آقا دیدیم علیزی درآمدش همینقدر بود، 5,500 تا. بریم سراغ یوتیوبر دوم. لیتس گو. یوتیوبر دوم رو همینجا اشاره سرچ کنم بیاد. احمد لجند آجی. احمد لجند یه باب بیاد آجی. احمد لجند گیمینگ. آقا این هم احمد لجند داشت گلمونه که ببینید اصلا نه پروفایل خفنی داره نه چنل آرت خفنی داره، ولی خب ببینید خیلی معروف شده بچه‌ها و 166K سابسکرایبر داره که لو یوتیوبش هم تازه به دستش رسیده. واو 143 میلیون ویو داره بچه‌ها ویدیوهاش و 1700 تا ویدیو گذاشته تا الان و چی میگم بهش، کانال یوتیوبش هم 21 ژوئن 2021 طراحی شده و تأسیس شده. اینجا ببینیم که رتبه 171,000 داخل ویو بچه‌ها و درآمدش هم این. درآمدش قشنگ بچه 2 برابر چیزه علی ایزی داخل هر ماه مثلا تقریبی 22,000 تا میگیره، ولی نهایتش ولی احمد لجند 42K میگیره. آخرین ماه هم که یعنی همین مرداد ماهی که هستیم که تموم شد، الان 31 مرداد ماه من دارم این ویدیو رو میگیرم، 8K بچه پول در برده. یعنی نه واسین بچه آها بچه ببخشید بچه
ها این سابسکرایب فور the last 3 days، یعنی 8000 سابسکرایب داخل این ماه گرفته. اوکی حاجی من نمیدونم چی، ببخشید واقعا حاجی من عذر میخوام حاجی. 11 میلیون ویو داره، 2600 تا هم که پول دلار و 42 دلار. آره یه عجیب گفتم ولی خب. یوتیوبر سوم کسی نیست جز کیو قرار بود سرچ کنیم؟ آیبوم. حاجی من آیبومو با احمد رضا حاجی ول کن حاجی علی خدایی آقا اسم واقعیم لو رفت پشمام. البته شما اسم واقعیمو چیز میکنم حاجی ول کن. آقا اینم از آیبومه داشته گلمون، میبینید خیلی معروفه، 73 کا ساب داره، 24 میلیون ویو و 1000 تا هم دقیق ویدیو داره. چرا اینا همشون 2021 اومدن آجی؟ همه داخل جوان و جویل مثلا جولای. آره و اینجا میبینیم که درآمدش هم از اون دوتا کمتره، مثلا در ماه 418 دلار تا 6700 دلار میگیره و سابسکرایبرش هم داخل مدت تقریبا 4K بوده. و آقا اینم از این دیگه آیبوم هم دیدیم. بریم سراغ مهزیار بنگ. مهزیار بنگ آجی نه بذارم مهزیار ایشو انشالله بیاد. مهزیار بنگ کجایی؟ مهزیار داداش مهزیار بنگ فکر کنم اینجوری البته. حاجی اسم حاجی ول کن چقدر من کسخور شدم. مهزیار آره فکر کنم نمیاد. آقا تماس قطع تا چه عذر میخوام. بریم برای مهزیار بنگ. خب آقا اینم مهزیار بنگ، یکی از معروف ترین یوتیوبرهای کال آف دیوتی. این الان فکر کنم معروف ترینه. آره آقا اینم 13 جولای اومده. یعنی چی؟ چرا همتون جولای و ژوئن و اینجور چیزا اومدین؟ آقا ما کاری نداریم. 283 که حساب داره، 120 میلیون ویو کل، 758 تا ویدیو گذاشته و اینجا ببینید درآمد ماهانش 41000 تا، از 2600 تا گرفته تا 41000 دلار. بچه‌ها سابسکرایبرش هم 20000 تا بوده بچه داخل یک ماه. خدایی عجیبه، خیلی جالبه، یعنی عجیبه ولی جالبه. خدایی عجیب بگم چرا بچه، چون پول کمی داخل ماه میگیره، چون که ویدیوهای کمی میذاره، مثلا هر جمعه فقط ویدیو میذاره. اگه مثلا ویدیوش بیشتر بذاره شاید بیشتر بگیره. و آقا آخرین یوتیوبر هم که امین اینفرنو که تازه هم بالاخره اومده داخل کامیونیتی، نیومده اون خودش زمان اسطوره بود و نه تازه برگشته به کامیونیتی کال آف دیوتی. این از کانال امین جان اینفرنو 173 که حساب داره، 57 میلیون ویو بچه و این لگه از قدیمی های کال آف بچه داخل یوتیوب. 20 دسامبر 2020 760 تا ویدیو داره تقریبا و میبینیم که سابسکرایبرش داخل 30 روز بچه 24K بودن که بیشتر هم سر همون ویدیویش که بالاخره برگشتم فکر کنم. و درآمدش هم که دیدید دیگه بچه ها، از 341,000 تا شده 341 دلار شروع شده تا 5500 تا. آخرین یوتیوبرم آقا میخوام بزنم امید 6 با این که نیسته یادش گرامی. نمیدونم کجایی هستن امید آقا امید 6 نیست اصلا اینجا. آره دیگه آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب بدتون نره. اینا بودن از 5 یوتیوبری که ما دیدیم. هر یوتیوبر دیگه هم سراغ دارید حتما بگید تا آخر وقت کامنت ها که من حتما براتون برم بچه‌ها پارت بعدی و امیدوارم که خوشتون اومده باشه دیگه. تا یک ویدیو دیگه فعلا گود بای.